بیا بهت بگم با 4 ابزار ساده کالیگرافی و کلاژ رو با هم دیگه انجام بدیم. وسیله‌های مورد نیاز: یه دونه مقوا، یه دونه کاغذ که بهتون آموزش میدم چطوری به این صورت در اومده، و اینی که می‌بینین از روی یک بوم کهنه برداشتم، چسب چوب و مل با اسپری طلایی دیگه ور اومده بود، منم برشم گفتم تو این کار ازش استفاده کنم. و استفاده از هر گل خشک یا گیاه خشکی که دارید که بتونید ترکیب بندی زیبایی ایجاد کنید، و یه دونه چسب مایع و یه تیکه مقوایی که دیگه استفاده نمی‌شد، برای همین منم اومدم ازش استفاده کردم تو این ترکیب بندی زیبا ازش استفاده کنم. اندازش هم خیلی فرقی نمیکنه، فقط برای اینکه بدونی 4.5 در 17 بود خیلی فرقی نمیکنه. حتی میتونید تیکه‌های کوچیک هم استفاده کنید. از چسب مایع استفاده میکنم، فقط روی گوشه ها و لبه ها نزنید، چون وقتی که فشار میدی چسب از بغلا میزنه بیرون و کارتون رو کثیف میکنه. و یه چیز دیگه، قبل از اینکه کارو شروع کنید حتما اول تمام ترکیبا رو روی صفحتون بچینید، جایگذاری مشخص بشه، بعد شروع کنید به چسبیدن. دقیقاً کاری که من کردم. اول از همه کاغذمو گذاشتم روی صفحه برای اینکه جایگزینیش مشخص باشه که میخواد بره زیر مقوا، اینا همه به ترتیب کاملا مشخص باشه. اول از همه من مقوامو چسبوندم، بعدش اومدم برای اینکه کاغذ تکون نخوره و کج و ماوج نشه این کارو کردم، وگرنه اول میشه کاغذو چسبوند. اینم میدونم میتونید با خطکش در بیارید، ولی خب من دیگه این کارو کردم که دیگه نیازی به این خطکش چیدن و اینا نباشه و کار سریعتر انجام بشه. برای چسبوندن گل سرخ حتما بعد از چسب تفنگی استفاده کنید، به خاطر اینکه چسب مایع اون رو نمیچسبونه و محکم نگه نمیداره. مخصوصا برای اون کاری که با چسب چوب مل کردم و از رو بوم کندم، اونم چسب مایع اون رو نگه نمیداره. بهترینش اینه که از همون استفاده کنم. بعدش شروع میکنیم روش نوشتن و کالیگرافی رو انجام دادن. البته قبلش هم میتونستین این کارو بکنید، ولی من به اشتباه چون زودتر چسبوندم مجبور شدم که این کارو انجام بدم. شروع میکنیم به نوشتن. حروف کاملا به صورت فعل بداهه هست. من کلمه حرف هجیمی رو نوشتم، واو رو نوشتم، میم، نون و اینا رو پشت سر هم و کنار هم دیگه قرار دادم. و این قرار دادن رو باید شما نگاه کنید ببینید کجای کار مثلا الان ه بنویسید قشنگ‌تره، کجای کار اگر الان هجیم بنویسید بهتره، کجا کشیدگی‌ها رو انجام بدید، کجا نون بنویسید. کم کم با آموزشایی که داخل پیج گذاشتم یاد میگیرید که چطوری بتونید ترکیب بندی‌ها رو انجام بدید. همونطوری که دارم کالیگرافی روی کاغذ انجام میدم، یه نکته هم راجع به خود کاغذ بهتون بگم که چجوری درست شده. این کاغذ شبیه به تکنیک ابروباده، ولی تفاوتش اینه که راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه. ابروباد نیاز به جوهرهای مختلف داره، ولی این نه. زمانی که عصر چای خوردید، اون چایی که دم کردید و کنار گذاشتید و دیگه ازش استفاده نمی کنید، تموم شده، اون چای رو بردارید داخل یک ظرف بریزید. حالا هر ظرفی فرق نمی‌کنه نسبت به اندازه کاغذی که انتخاب می‌کنید. در واقع کاغذتون رو داخل اون ظرف بذارید، چای رو روش بریزید و 1 روز کامل بهش زمان بدید. بعد از 1 روز کاغذتون رو در بیارید و اگه بذارید جلوی آفتاب خوش بشه که خیلی خوبه، ولی اگه شرایطش رو ندارید بذارید روی سینی جدا و بذارید که کاغذ خوش بشه. زمانی که خوش شد میتونید اینجوری ازش به همین زیبایی استفاده کنید. همونطور که تو ویدیوهای قبلی من گفتم، استفاده از سایزهای مختلف ماژیک باعث میشه که بتونید ترکیب بندی‌های زیباتری رو توی کارتون ایجاد کنید، فضای کارتون رو پرتر کنید، سبک سنگینی‌های کارتون رو بیشتر کنید که بتونید تعادل توی کارتون ایجاد کنید. دقیقاً مثل ماژیک که من استفاده کردم. و در آخر هم بافتی که من از روی بوم برداشتم و با چسب حرارتی روی خود کار میچسبونم و اینم از نتیجه نهایی کار. به همین زیبایی شما یه دونه کلاژ کالیگرافی رو انجام دادید که برای هدیه دادن بسیار عالیه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره.